تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه‌گذارهای نو می‌جوید. در این باره وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد. عین حال با مقصد جلب مبلغ‌ها برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم، همکاری‌ها با حکومت ایتالیا، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری، فوند رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد. او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چقدر مبلغ لازم است. مسئله خرج اساسی انشاءات‌های عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمی‌توانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود و این انشاءاتی خاصی هست که در کوهسار بنیاد می‌شود، در قلب کوه ساختمان شده ایستاده است و البته بهادهی کاری سهل نیست. اقتصاددان کمال‌الدین سراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمان‌های دیگر مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخ‌ها و خرج‌های غیر چشم‌داشت معین کرده است. 6.2 میلیارد تا 35 تا 36 سالم رود ساختمان پول ایلاوی لازم نیست. همین پول بسندگی می‌کند. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات مینامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر 2 برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخ محصولات را سبب گرانشوی طرح میگویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی میدهند.